السلام علیکم حاجی داملا. تمامی خانواده هایمان شما را دوست می دارند و کسیته های شما را هر جمعه گوش می کنند و انتظاری می کشند. من یک سوال دارم. عائله من نمازخوان است و در بازار سوداگر است و خود نیز در اداره دولتی کار می کنم و یک خواهرم نیز کارگر است. داملا اسلام برای کار کردن زن چی می فرماید؟ خواهش می کنم. салом дӯсто, бисёри шумо аз простатит тағмисӣ мекашиде. марҳамат бародаро, ба шумо тавсия метавонам полноценный курс лечения барои простатит. иншаллоҳ ки ҳам мардонага ба ход мекунад, ҳамчунин желаниям хобагия хуб мекунад, ҳам барои гурда, меъда, қади рӯдаҳо беҳад эффективнай. трилибус масин, 2 дона равғани хилба, 1 та қисал ҳинди, 2 пачка фитосвеча. трилибус масин бародаро, муҳлатам хобагия дароз мекунад, танара ба ход мекунад, фоизи мания баланд мекунад, желаниям хобагия хуб мекунад. равғанои хилба раи пешобҳоӣ мекунад, гардиши хуна тез мекунад. ҳамчунин бародаро санг намаки гурдаро мерезонанд, барои гурда воспалениша мегиранд. қисал ҳинди боша, против микроб ёрдам мекунад, ҳамчунин бародаро воспалени простатаро мегирад. фитосвечаҳо бошанд бародаро, барои воспалени простатаро гирифтан ва раҳи пешобро ҳуй кардан ва ҳамчунин бародаро барои желаниям хобагитова хуб кардан, барои воспалени қади рӯдаҳоро гирифтан. марҳамат бародаро, занг занед, полноценный курсша ба нархи арзон ба ҳама шаҳрҳо доставка мекунем. اسلام مقابل نیست که خواهر و زنهای ما و شما کار نکنند، بلکه اولا چیزی که من برای شما خبر میدهم، خواهر ما و شما نفقه او در گردن پدر و مادر است، در گردن پدر است تا وقتی که به شوهر میبراید، و زنهای ما و شما را نفقهش در گردن ما و شماست تا وقتی که اگر طلاق میخورن تا حتی در عیده هم باشن، اگر نفقهشان در گردن ما و شماست. از این خاطر اگر احتیاج به سوی مثال کار کردن نداشته باشند، حاجت نیست. اگر دست رسا باشد، شرایطا باشد، میلش با که ندارد. لیکن اگر علاج نباشد، مثل که امروز بیمارخانه ها احتیاج به سوی زنها دارد که ما و شما زنها را میبریم، نمیابیم یک مثال زنی را که همون زن ما و شما را تبابت کند. دل ما و شما به سوی مردها دور می رود. اگر باشد هم زنهایی که مثال مسلمانی که نمازخوان و خدا ترسی که اگر باز در همین بیمارخانه ها کار کنن، این البته ضروری است. اون زن از خانه نشستن در همون بیمارخانه کار کردنش ضرور است. لکن اسلام ما و شما طلب میکند که همان زنهایی که به سوی بازار می روند یا به سوی کار می روند، سطر اسلامی را باید که رعایت کنند. باید در کوچه با گپ‌های با مردهای بیگانه و نظر کردن به سوی مردهای بیگانه ده اسلام اونها را منع میکند. اگر این شرطها را زنها به جا بیارن، هر آینه برای اونها چی در بازار نشستن چی در کارخانه کار کردن این باکی ندارد، با شرطی که همون زنها خالی از همین گپ‌های با نامحرم‌ها و بی سطر و دیگر حالت‌ها قطعی اگر از خانه بیرون نشود. یک حدیث من نویساندم، میخواهم امین به سمع شما برسانم. پیغمبر خدا گفتند: ایاک بالخلوة بالنساء والذی نفسی بیدی ما خلا رجل بامرأة الا ودخل الشیطان بینهما ولأن یضحم الرجل خنزیرا متلطفا بطین او حماءة خیر له. پیغمبر گفتند از خلوت با زن بپرهیزید. یعنی اگر زن بیگانه باشد، شما از خلوت کردن او، یعنی با او یک جا نشستن، پرهیز کنید. قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، مرد با هیچ زن خلوت نکند که سیوم آنها شیطان می شود. وقتی که مرد با یک زن بیگانه نشست، چی در خانه چی در کارخانه در کجای نباشد، حتمی شیطان سیوم نفر اونها می شود، اونها را وسواس می کند. اینا از تجربه حیاتان خودتان یک تفکر کنید. برای مرد همنشین و نزدیک شدن با خوگ آغشته با خاک و لای بهتر است از اینکه همنشین با یک زن بیگانه میکنند. پیغمبر گفتند با یک خوگی که آغشته لای است و آغشته خاک است، با او همنشین شدن بهتر از اونی که با یک زن بیگانه شما می نشینید. زیرا که عاقبت زن با زن بیگانه نشستن این چی است؟ این زنا هست. این بار با او مثال با صحبت‌های شیرین صحبت میکنین،
عاقبت با یکدیگر دستی به دست سلام میکنین، عاقبت با یکدیگر یک موعد اعلان میکنین که فلان جا ما و تو ملاقات میکنیم، عاقبت چی میشود؟ کارش به زنا انجام مییابد. السلام علیکم. داملای شیرین سخن، از شما خواهش دارم به سوال من جواب گردانید. من هر روز جمعه روزه میگیرم، روزه من در نزد خدا قبول است یا نه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا يوما قبله او بعده. پیغمبر خدا میگوید شما هیچگاه خاصه روز جمعه را روزه نگیرید. اگر روزگیر هستین یک روز پیش یا یک روز بعد چه هم در نماز با هر طرف نگاه میکنن، این چی میشود؟ آیا نمازشان ثواب دارد یا نه؟ در مسئله نماز ما که چند بیگاه شد بین قوم خود صحبت ها داریم، مسئله های نماز دائم بیان میکنیم. در نماز وقتی شما بی پروا باشین، به نماز وقتی اهمیت ندهین، یعنی وقتی نماز خواندن سجدگاه را نگاه نکنین، بلکه به هر طرف شما توجه کنین و خاطر شما پریشان باشد، این صورت در نماز شما هیچ ثواب باقی نمیماند، هیچ ثواب. زیرا یگانه عبادتی هست که گناههای شما را خداوند به سبب این نماز مغفرت میکند. یگانه عبادتی هست که شما با این نماز با خدای خود پیوست میشین و راست میگویید. حاتم اصم خدا رحمت کنه در کتاب میگوید که وقتی که در بالای جای نماز می ایستاد، از او پرسان میکردند چگونه نماز ادا کردی؟ میگفت وقتی من بالای جای نماز می ایستم فکر میکنم که خانه کعبه در پیش من ایستادگی است. وقتی که من در عبادت می ایستم همچنان تصور میکنم که در پس پشت من عزرائیل ایستادگی است. این زمان یا زمان دیگر جان من را قبض میکند. وقتی من بالای جای نماز می ایستم فکر میکنم که بالای پول صراط ایستادگی هستم. این حاتم اصم میگفتند. یا امام بخاری از ما و شما در ترجمه حالش چی میگوید؟ میگوید وقتی نماز میخواند، در یک حکایش میارد که وقتی نماز بود کرد، حضرت میگوید بدن خود چه خبر گرفت، گفت بدن من بسیار سوخته کرد. وقتی نگاه میکند 17 زنبور 17 نیش زده است. 17 نیش در بدن حضرت امام بخاری زدگی بود. بعد نماز وقتی نگاه میکند میگوید که شاید زنبور باشد. در حالت نماز یعنی حتی درکدار نمیشده. امام غزالی خدا رحمت کند میگوید این المصلین کثیر والخاشعین قلیل. نمازخوان بسیار است، الحمدلله. ببین همه نمازخوان است، لیکن کسی که از تحت فیل نماز میخواند میگوید کم است. آدمایی که با خشوع نماز میخوانند اینها کم است میگوید امام غزالی. والحاج کثیر والبار قلیل. حضرت باز چی گفتن؟ گفتن حاجی هم خیلی زیاد است، لیکن حج کی قبول شده است و حج های کی ها قبول میشن اینها خیلی کم هستند. و طیر کثیر والعندلیب قلیل. حضرت باز چی گفتن؟ گفتن که پرنده در دنیا خیلی زیاد است، لیکن بلبل کم است. والعالم کثیر والعامل قلیل. عالم هم خیلی زیاد است، لیکن عالم عمل کننده کم است. امروز الحمدلله در بین ما و شما عالما زیاد است، لیکن خدا داناست عمل اونها را که تا چه اندازه اونها عمل میکنند. باز بسیار فتنه ها و بسیار نافهمی هم از طرف عالم ها رخ میدهد. حتی رسول اکرم میگوید شما بر دین اسلام گریه نکنید وقتی که اگر پیشوای شما کسی باشد که عمل کننده در اسلام باشد، لیکن بر دین خودتان گریه کنید وقتی که اگر پیشوای شما یگان آدم جاگل و تنپرست و نفس پرست باشد. برای همین خیلی از شما خواهش میکنم که در مسئله نماز با احتیاط باشین، نمازها را خوب انجام دهید. حتی صوفی علیار حضرت چنان غضبناک شدن، گفتن دل جدا زبان جدا باشد او کجا طاعت خدا باشد.
دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد؟ جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر؟ جسم تو بالای جای نماز لکن دل تو و فکر تو در دیگر جا، این چی گونه عبادت است؟ میگن دست در صبح زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. در دست تسبیح داری الحمدلله میگوی لکن دل تو این قبول نمیکنن دیگر، دل تو خاطرش فکرش در دیگر جاست. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. حضرت میگوید بیرون شما را تماشا کنن، یک عجیب یک منظره خوبه در بیرون شما دیده می شود، لیکن باطن شما همه مکر و حیله و فریب است. در آخر گفتن این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. مردن بهتر از این گونه عبادتی که اون آلوده فکر خیال باشد، آلوده ثواب نباشد. از این گفتن مردن بهتر. السلام علیکم داملای محترم. ما یک گروه قوم مسجد از قفای ملای خود نماز میخوانیم، لیکن داملای ما نماز شام را میخواند و سله‌اش را مانده از مسجد برآمده میرود. این کار قریب هر بیگاه تکرار میشود. ما با او گفتیم که این کار را نکن، میگوید که میگیم که ترک فرض است، لیکن به ما اهمیت نمیدهد و معاونش را میگوید که نماز را خوانید. التماس داملای محترم، آیا ملای ما گناهگار میشود؟ با آیت قرآن گویید. اگر دیده و دانسته نماز جماعت ترک کند، البته به البته گناهگار بشود، چی ملا امام باشد چی آدم عادی باشد. اگر در نزد او مسجد باشد و بازم این صدای حی علی الصلاة حی علی الفلاح با اون محله میرسیدگی باشد، یعنی در همون محله مسجد باشد و بازم این که به مسجد نهایت، البته گناهگار در نزد خدا. پیغمبر خدا حدیث های بی نهایت بشماری هست، حتی میگوید ثلاثه لعنهم الله. ببین این خیلی یک وعید سخت پیغمبر خداست. سه طایفه را گفته است پیغمبر خدا که در لعنت خدا گرفتار هستند. لعنت خدا را معناش این است که از رحمت خدا شما دور هستید. کی است این طایفه ها؟ من اما قوم وهم له کارهون. یکم همان ملایی که مردم نمیخواهد ملاگی او را و وای بزوری ملا شده است، بزوری همون منبر از خود کرده است، چی به ضرب پول باشد، چی به ضرب آدمایی که مثال در دیگر اداره ها دارد، چی مثال پشت و قناتی به قوت دارد، همون محراب از خود کرده است. لیکن مردم را دوست نمی‌دارد. به سبب چی دوست نمی‌دارد مردم؟ به سبب آنه که این ملا ارزنده محراب نیست، این علم ندارد، این تقوا ندارد، این خدا ترسی ندارد. از این خاطر مردم وای بد میبینند. پیغمبر خدا گفتن لعنت خدا بر این امام باد. دوم و امرأة باتت و زوجها علیها ساخط. دوم زنی که شوهر از وی ناراضی است، زنی که با همراهی شوهر یکدیگر قطع قهری هستند. اینا را پیغمبر خدا گفت لعنت خدا بر همین زنی که با همراهی شوهر خود ناساز هستند، یعنی گفتاری خوب ندارند، با یکدیگر ملال هستند، قهری هستند. خداوند این زن چیکار میکند؟ در غضب خودش گرفتار میکند. ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. پیغمبر خدا گفتند کدام زنی که میخواهد به حساب و به حسد اگر وارد جنت شود، شوهرش در دنیا راضی بگرداند. شوهر اگر از او راضی شد، شوهر در حق او دعای خیر کرد و البته وارد جنت میگردد. و سومش کی است؟ رجل سمع حی علی الصلاة حی علی الفلاح ثم لا یجیب. پیغمبر خدا گفت سومش نفری که در همون محله شان یا ملایی که در همون محله ملا امام است لیکن در نماز جماعت اشتراک نمی کند، حی علی الصلاة حی علی الفلاح را میشنود، بازم این قبول نمی کند و در لعنت خدا گرفتار است. حضرت ابو هریره میگوید که لئن تملأ اذن ابن آدم رصاصا مصاب. اگر در گوش فرزند آدم سرب آب کرده بریزند، خیر له من ان یسمع النداء ثم لم یجیب.
این برای او بهتر است از اونه که در محله مسجد هست در نماز جماعت اشتراک نمیکنه. اینا خیلی یک وعیدهای سختی است از جانب پیغمبر ما و شما در حق کسانی که نماز جماعت ترک میکنن. امروزا اکثر جوانها نمازهای جماعت ترک میکنن. در بسیاری از مسجدها شاید سببش همان پیشواشون باشد که در مسجدها، در بعضی از مسجدها جوانها کم دیده میشوند. حالا که خدا را شکر اون قدرت و توانایی و سلامتی که در جوانهاست در پیرانسالها نیست. برای همین البته از همه شما خواهش دارم که در نمازهای با جماعت اشتراک کنین. انشاءالله ثواب خیلی زیاد میگیرین. اگر شما دیده و دانسته نماز جماعت ترک کنین در نزد خدا مسئول هستین، گناهگار میشوین. حتی خدا رحمت کند همین صاحب مسلک میگوید به خصوص آن گزیده دو صحرا خاتم انبیا حبیب خدا، وقتی آخر که ماند از پا باز گوشی او را رسید بانگ نماز، گفت بر مرتضی مرا بردار جانب مسجد جماعت آ. از حیات آخر پیغمبر حکایت میکنه، زمانی که پایهای حضرت دیگر کار نمیکرد. حضرت علی در خدمت پیغمبر خدا بودند، گفت بر مرتضی مرا بردار جانب مسجد جماعت آ. مصطفی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی، با چنین مهنت و مشقت و درد به جماعت ادای طاعت کرد. بین حضرت در حالتی که زمان یا یک حالت پس از دنیا می گذاشتند، ابوبکر صدیق پیش گذاشتند، حضرت پیش در آمدن نماز خواندند و پیغمبر خدا از پس ابوبکر اقتدا کردند، لیکن نماز جماعت اشتراک کردند. امروز مردم ما و شما چنان گفتی مولوی بندگان نفس را صد حیف نام بندگی، بندگان نفس را صد حیف نام بندگی، بنده صادق همان که رو به مولا میکنه. بی خبرها در فریب عشرت امروزن، با خبرها روز و شب انجام فردا میکنه. امروز بندگان نفس ما و شما شدیم. اگر در کدام معرکه‌ای که فوق‌العاده به گوش ما رسید که در فلان جا معرکه است، چی بامداد باشد چی پیشین باشد، حتمی در مسجدش نماز جماعت میخونیم، خاطر همون معرکه همون آدم. لکن از اون معرکه‌ای که در جنت خدا برای تو آماده کرده است، از اون معرکه تو چی هستی؟ بیخبر هستی. با یک شوربای پخته است ناپخته این مرد چند کیلومتر طی کردی آمدی، و لیکن برای اون طعامهای بهترین جنت هیچ اهمیت هم ندادی. السلام علیکم دامنای شیرین سخن. میخواهم به سوالهای من روشنی اندازید. اگر شخصی که در زمستان احتلام شود، سحر خیزد که آب گرم نیست، اگر آب گرم کند وقتی نماز میگذرد، این شخص تیمم کند ممکن است؟ تیمم یعنی خلیفه طهارت است نزد عاجز آمدن از آب. یعنی اگر شما آب نیافتین میتونین که تیمم کنین. خب اول مرضین، یا اینکه اگر بیمار باشین که آب خنک در بدن شما زلال میرساند، این زمان هم شما میتونین اگر آب گرم نباشد تیمم کنین. او بردین یا آب خنک است. از جهت خنکی هم فقه حنفی میگوید که اگر آب خنک باشد و وقتی نماز رفته ایستاده است، اگر تو از پی آبازی شوی و وقتی نماز میگذرد، این حالت شما میتونین که تیمم کنین و نماز ادا کنین. باز برای وسیع‌تر همین موضوع برای کسی لازم است آمده گپ میزنی، انشاءالله باز برای تو معنی داد میکنیم. یعنی الحالش همین قدر شما بفهمین که یعنی آب خنک اگر در وجود شما زلال نرساند، این صورت تیمم برای شما جایز نمی شود. لیکن اگر آب خنک بر وجود شما زلال میرساند، این صورت آب گرم کرده استفاده کنیم. لیکن گرم کردن در شرایط نباشد، این حالت شما میتونید که تیمم کنید.
شخص جنوب با یک تیمم هم غسل و هم طهارت کند، درست است. البته آدمی که همون جنابت در مبتلا شده است، همون تیممی که میکند همون کفایت کننده است، هم برای جنابتش و هم برای چیز طهارتش. یعنی با یک تیمم تو البته از جنابت هم پاک میشی، باز صاحب طهارت هم میشوی. لیکن نماز که خواندی الکی تو قدرت بر آب داری، این صورت در آب گرم میکنی و آبازی میکنی، باز به نماز دیگر تیار میشوی.